مبارزه میکنند برای رسیدن به آزادی دور هم جمع بشن و حرکتی باشه که اینها با هر دیدگاه، اندیشه و رؤیایی بتونن با هم باشن برای مقابله با ظلم و ستم. تشویق میکنیم آقای ماکان. افسونگران گفتند ماییم سپیده، به گل میگوییم که بسراید، لیکن به یغما بردند آنچه در دل و دیده داشتیم. شمشیرهای آهنین، گلوله‌های آتشین، سبو را پر از خون سر میکشند. افسونگرانند اینان، رهسپار شب و جنگل بارون زده، جان را، شوق را بر تیرک دار آویختند. اشک‌های آسمان چون ستاره درخشیدند، تاراج محبت. ماندگان از گذشته تا همیشه به سوگ بنشستند. دیدگان اشک‌آلودشان، لبانی سپید، کجایند آن همه فردا؟ کدامین صبح صادق؟ باز خنجری دیگر بر قلبی گداخته از رنج. تنها خاکستری به جای مانده زان همه تحمل درد. درود من خدمت یکایک عزیزان. سپاسگزارم از برگزار کنندگان این برنامه و محبت کردن، بنده حقی رو هم دعوت کردن که در خدمتتون باشم. به خاطر همه چیز بی نهایت تشکر میکنم، ولی اجازه میخوام که اگر موافق باشین عرض بکنم که یه چیزی در این جمع صمیمی ما که برای خواسته های مشترکی جمع شدیم گرد هم آمدیم کم است و اون پرچم پر افتخار میهنمون ایران. اگر قبول دارید خواهش میکنم به افتخار خاک وطن دست بزنید. بنابراین اگر اجازه بفرمایید برای اینکه این شکل توهی پر بشه از آقای یزدی خواهش کنم که 10 ثانیه اول اون ویدیو کلیپ رو یه بار دیگه پخش کنن و استیل کنن. محبت کنید همینجا نگه دارید ممنون میشم. دغدغه ما پرچم نیست مسلما، فقط مسئله که هست اینه که به هر شکل ما ایرانی هستیم. درسته که طبیعیه که صحبت من عزیز من پرچم میهن هیچ ربطی به مسئله دوست عزیز همیشه شیر و خورشید می‌چرخید. خب خیلی متشکرم، خیلی محبت کردم، بسیار. اگر ایرانی نیستیم خب ادامه بدید. این محفل در ارتباط با موضوع اعدام بسیار نکته‌ایه که برای
ما مردم در سراسر دنیا به هر صورت میتونه دغدغه‌ای باشه که در قرن 21 بعد از شاید میلیاردها سال از اینکه از عمر جهان میگذره، اما بشر همچنان دچار بدترین شکل در زندگیش هست، در زندگی حتی روزمره‌اش هست و اونم مسئله اعدامه که البته تنها به کشور ما ایران ختم نمیشه و تنها به حکومت اسلامی ختم نمیشه، اما میدونیم همه ما که حکومت اسلامی از هر جهت مقام آخر رو داره، اما در مورد اعدام شوربختانه مقام اول رو داره. اما بحث اعدام تنها دغدغه نیست، به خاطر اینکه همونطور که میدونید خب مسئله ترور هم هست. در روز روشن شلیک کردن به عزیزان ما در طول تاریخ حکومت اسلامی بارها و بارها اتفاق افتاده. دغدغه‌های دیگر ما شکنجه، تجاوز، فشار اقتصادی، فشار اجتماعی، فشار فرهنگی و بسیاری از مسائل دیگه هم میتونه باشه. 9 ماه زندان انفرادی برای این دو برادر عزیز، چون من خودم هم در زندان انفرادی بودم و شاید خیلی از شما عزیزانی که اینجا هستین این طعم تلخ رو در حکومت اسلامی چشیده باشید. وقتی در زندان انفرادی هستین، در یه جای کوچک به سختی میتونید پاتون دراز کنید، بارها و بارها شاید این تصور رو دارید و این احساس رو دارید که مرگ شاید بهترین چیزی هستش که شما در اون زمان میخواید و شاید برای هر کسی که اون دوران رو تحمل میکنه بارها و بارها مرگ. بنابراین اصولاً حتی زندانی سیاسی هم ما نباید داشته باشیم، چه برسه به قتل دولتی و قتل حکومتی. میبخشید من پراکنده صحبت میکنم، به خاطر اینکه حقیقت ماجرا اینه که صحبت ها زیاده، به خصوص اینکه من در مدتی که خدمت بقیه عزیزان بودم، از جمله سرکار خانم مینا احدی، دوستان هنرمند، خب مسائل زیادی پیش آمد، شخصا خیلی چیزا آموختم و نکاتی هم بود که خب شاید بد نباشه که راجع بهش صحبت کنیم. بنابراین یه مقدار شاید پراکنده صحبت میکنم، ازتون پوزش میخوام. به هر صورت یه نکته‌ای وجود داره اینجا و اونم اینکه خب میدونید مسئله قتل حکومتی و قتل دولتی دلایل مختلفی داره، اما اجازه میخوام که در مورد اعدام و فشار، قتل، شکنجه، همه این مواردی که ما در ایران متحمل هستیم درز کوچکی داشته باشم که دلیلش چیه؟ به نظر شما چی میتونه باعث چنین شرایطی بشه، چنین وضعی به این شکل خفقان؟ طبیعیه که مسئله قدرت اندوزی، ثروت، چپاول، دزدی و از این دست مسائل هستش، اما خب به اون جنبه الهی میدن و مسائل خرافی رو باش هجین میکنن و همطور که شاهدش هستیم. اما یکی از اون نکات مسئله میدونید نفت، معادن اورانیوم و غیره هستش که خب با دیلی که در واقع با توافقی که رهبران حکومت اسلامی با برخی از دولت‌ها در غرب میکنن تونستن این مشروعیت رو به هر شکل به وجود بیارن و میبینیم که 34 ساله که موتور یا اون انجین آدم کشیشون به راه هست و شوربختانه همچنان ادامه داره. اما فکر کنید که چیز دیگه ای هم هستش که میتونه جایگزین اون بشه و شاید قبلا راجبش مطالعه کرده باشین و این نکته‌ایه که خوبه که بیشتر در موردش بدونیم و اون هم مسئله وقت من رو پایینه.
بسیار خوب. بله. خدمتتون عرض کنم که شاید شنیده باشین ریز جلبک ها در حقیقت نوعی میشه گفت گیاهی هستش که میتونه در یک مساحت کوچک تمام سوخت ایران رو تأمین بکنه هر روز. و این ریز جلبک ها فقط میبخشید این شاید این موضوع به نظر علمی باشه ولی کاملا جنبه سیاسی داره و ما باید بدونیم که مشکلات کجاست، چرا خیلی به نتیجه نمیرسیم و چرا حکومت اسلامی حمایت میشه. به هر صورت این ریز جلبک ها باید در یک جای گرم که خورشید همیشه تابانه و در کنار دریا باید باشه و اون دریا هم باید آب شور داشته باشه. باید که چنین شرایطی داشته باشه برای رشد نمو. از اون فعل و انفعالات و پروسه‌ای که در مورد ریز جلبک ها میشه دنبال کرد و میشه به وجود آورد، انواع و اقسام سوخت رو از سوخت هواپیما و ماشین گرفته تا دیگر سوخت‌ها میشه تامین کرد و این سوخت بی‌پایان هستش. میدونید منابع نفتی 40 سال دیگه، 50 سال دیگه، نه 100 سال دیگه تموم میشه و ایران تنها کشوریه که به خاطر بیش از 1800 کیلومتر ساحل خلیج پارس میتونه که منبع مهمی باشه در دنیا. بنابراین دنیای غرب همچنان چشم طمع داره به ایران ما. بنابراین طبیعیه که بایستی هوشیار باشیم و راه‌های پیکار با حکومت اسلامی و حمایتی که داره از سوی دنیای غرب میشه رو بررسی کنیم و امیدوارم که این مسئولیت رو تک تک ما بپذیریم. خیلی متشکرم.